بگو دیگه بنال دارم زهره ترک میشم. سرطان کبد دارم. بشور مزه نکن داری فیلم میکنم تو رو بزن. امروز توی این ویدیو برای آخرین بار قرار منو ببینین چون من سرطان کبد گرفتم. بچه دیگه پایین کنه نقصر میداد گرفت بابا. فکر کردی امروز رفتیم به بهترین دوستم که ماها باشه گفتم که سرطان دارم، بی دروغ البته، که ریاکشنشو با هم دیگه ضبط کنیم. اوکی. واقعا این ویدیو از قبل هماهنگ شده نیست. کلی بدبخت ماهان سر این پشمای نداشتش ریخته و ترسیده. به شخص خودم هم 1000 بار نشستم سناریو چیدم و فکر کردم که چی میشه اگه اینو انجام بدیم اونو انجام بدیم و چی باحال میشه. ناموسا فکر کنیم فکر ناراحت بشم و بریم که داشته بشیم. گوشی حاجی کجا میکنم دیده نشه. تو چقدر نمکی کنی؟ خاموشش بکنم مثلا دستم اینطوری بگیرم زنده زایه نمیشه. اینطوری گوشی دستم گرفتم بدونه که آقا قضیه سر چیزه ولی واجی ریاکشن شو میکنی چطوره. آج یه لحظه دنا رو بنزیدم ناراحت شدم. اینجوری نیاتش آقا فاز شکارچی برداریم اینجا. آره نکن اون پنجره ماهانشونه، این پنجره هم پنجره ماهانشونه، این دری که قراره بیاد از اینجاست. خیلی خوب دیگه اوکی. سرد هوا الان دارین صدای منو میشنوید و بچه خودم واقعا استرس دارم، نباید اصلا بخندم و لوسی بعد دفعه کم دستش شکست الان دارم میبینم اینقدر داره تکون میده. سلام. بله بس باید برسونم. چطوری؟ بگو جان چی شده؟ گفته بودم میخوام برم تست کبد بدم. وای چی وای؟ چی شده؟ وای نه چه میشه؟ رفتیم تست کبد دادیم همه چوکی بود بعد دستش یخ کرد. خب چطور بگم خنده رو یکم بگو دیگه بنال دارم زهره ترک میشم. سرطان کبد دارم. تو جلوگیری میشه دیگه؟ نمیدونم الان اگه جلوگیری میشه فکر نمی‌کنم بهش میگفتن سرطان. نه سرطان کبد سرطان کلا فرق داره. خب اگه سریع بفهمی خب جلوگیری میشه، خیلی سریع بفهمی. اگه نه آخه نمیدونی. خب دکتر جوابش بود. مشکل همینه، گفت خیلی وقت داری دیر به فکر افتادی. چی؟ چه الان مثلا تو درد چی بود؟ مثلا چه مریضی داشتی که؟ هیچی نبودم، من همینطوری گفتم برم واسه همینی که خیلی بدنم جوش میزنه و الکی مثلا سمت قلبم پایین هی الکی درد میگیره و هی مثلا یه تیکای عجیبی دارم. اینا گفتم شاید سر مثلا باشگاه کار کردم و اینا. بعد گفتم خدایا برم تست کبد بدم برای همین چیزه. بعد رفتم میگه که خیلی وقته و دیگه خیلی دیگه تو بتونی اوکی باشی تا عیده. بشور مزه نکن داری فیلم میکنم تو رو بزن. واقعا؟ آره منم دقیقا همینطوری نشسته بودیم و مامان و بابام الان خیلی اوضاعشون خراب بود. دیدم منو میبینن هی گریه میکنن و فلان و اینا. گفتم فلان بیام خودم یکم بیرون تنها باشم و خیلی خوب. آقا ما اینجا از سمت ماهان یه رکب بدی خوردیم و این بود که ماهان احساساتش میخواست که جریحه داشته و کانتنت ما هم جور شه. یه دفعه اگه غیرتش میزنه بالا و میگه پاشو بریم دکتر و به کل برنامه های ما خراب میشه. از جمله فیلم برداری تفلک که الان کپ میکنه و دست و پاشو گم میکنه و میدوه و اصلا پف تو این زندگی. آره دقیق مثلا من لباس پوشم. نه وایسا بیا محمد نگاه چیز علکی نیست. کدوم دکتر رفتیم خدای دکتر من سربازم نمیدونی که همین شد. کدوم دکتر رفتیم بیمارستان حکیم؟ بیمارستان شبانه روزی امام. از این در فوقش میریم داخل بیمارستان. خب از اون میریم مشکل نداره. بیمارستان حکیم رفتیم چی؟ امام رفتیم. بعد نمیدونم والا اصلا همه چی خیلی چیز شد.
خانواده شروع رو بریم خونه شناسه می‌ناداریم بریم بیمارستان حکیم اونجا هم نگاه بندازیم بریم اونجا هم یه نوبت یک دکتر خوب معالجت کنه هیچ وقت به یه دکتر نباشه بریم خونه الان بس مسئله بعدیم بریم اونجا اوکی بریم داشت آرزو بریم هر من یک درصد گفتم اداره اینجوری میکنه اومده اینجوری مثلا چون من گفتم خونه‌شون 2 تا در داره من نگفتم گفتم داره گریه میکنه بعد اومده اینجوری میکنه چطور بگم داشت آره مثلا نه ناراحت 3 ماه دیگه داری میمیری بعد من گریه کنم آره دایی 3 ماه دیگه من سرطان کبد دارم میخوام بمیرم آره میدونم الان ناکن مثلا داره جوری رفتار میکنه که نه من اصلا نتصب قیافش اگه میتونستی بگی قشنگ اینطوری بود شما خیلی آقا هر جوری باشه تو هر جوری مثلا یکی مثل ما داره یعنی هر نزدیک داره میمیره خب برانگیزه ببین زورم خوشات کردی موتور نیست موتور رو لولو برد ببین تازه ما این سناریو دیگه چیزی نتونستم بگم خواستم بگم داشت من 3 ماه دیگه زنده نیستم نمیشه حالا برای آخرین درخواست یک شب با هم اصلا بهش فکر میکردم مطمئن بودم میخندم ولی آجی میگفتم کاش میگفتم کجا میخوای بیای خب کاری نداریم برو خونتون دیگه چیز همینه که همین بود قاب اسلامی بذار این تفلک بیاریم تو ویدیو اینم از این ویدیو دیگه اینم از گویی که خواستیم با هم بخوریم و خوشحال رفیقش میخواد بمیره داش الان که خدا میگه واقعا سرطان دارم به تو الان دیگه نمیگه و افسرده است تفلک خداحافظ